درود دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به ویدیو دیگه چنل من داکمن هستم و تو این ویدیو اومدم بهتون ریکوردری رو معرفی کنم که بتونید با کمترین لگ باش ریکورد کنید. ریکوردری که امروز میخوام بهتون معرفی کنم نیاز به نصب کردن نداره، چون که این ریکوردر خود گوشیه. یه نکته‌ای که باید بهش توجه کنید، این ریکوردر فقط مال گیمه و فقط از صفحه گیمتون میتونید ریکورد کنید. حالا گیمتون میخواد کالاف باشه، میخواد پابجی باشه، میخواد ماینکرافت باشه، هر چی باشه، فقط میتونید از گیم ریکورد کنید. بریم سراغ آموزش. اول از همه وارد گیم میشید و دستتون رو روی این گزینه نگه میدارید. باعث میشه که این منوی باز شه. توی این منو روی گزینه ریکوردر میزنید و این باعث میشه که یه گزینه ریکوردری به اون گوشه صفحه اضافه شه که زمانی که شما روش میزنید میتونید از بازیتون ریکورد کنید. ولی وقتی ازش استفاده میکنید میبینید که بازم لگ داره. ما باید چند تا کار انجام بدیم. باید چند تا تنظیمات رو داخل بخش تنظیماتش اعمال کنیم که باعث میشه کمتر لگ بزنیم. بریم که بهتون تنظیمات رو نشون بدم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. لایک کردن شما بزرگترین حمایتیه که میتونید از من بکنید. نه چیزی ازتون کم میشه، یه ثانیه هم وقتتون رو نمیبره. پس ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید. بریم سراغ تنظیمات. اول از همه وارد گیمینگ هابتون بشید. حالا گیم لانچر، گیم هاب، اسمش متفاوته رو گوشی‌های مختلف. وارد همون میشید. اینجا روی 3 نقطه بالای صفحه میزنید و بعد روی گزینه گیم بوستر. حالا یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که ما با این گزینه فقط کار داریم. اولین گزینه رکوردینگ رزولوشنه یا همون کیفیت رکورد کردن که به نظر من روی 360p بذاریدش و بهترین حالتش همون 360p که بیشترین FPS رو توی بازی بهتون میده. ولی حالا اگه میبینید یه ذره گوشیتون میکشه بذاریدش روی 480p که کیفیت بهتری موقع رکورد کردن بهتون بده. گزینه دوم یوز میکروفون ون ریکوردینگ یا همون استفاده کردن از میکروفون در حال رکورد کردن ویدیوه که به نظر من این گزینه رو خاموش بذارید که در حال ضبط کردن ویدیو صداتون توی ویدیو نیفته از نظر من. ولی اگه دوست دارید صداتون موقع رکورد کردن ویدیو داخل ویدیو بیفته، این گزینه رو روشن بذارید بمونه. گزینه آخر گزینه لبز هستش که مهمترین گزینه هم هست و به شما کمک میکنه که FPS بهتری موقع گیم بگیرید. زمانی که روی این گزینه میزنید یه همچین صفحه‌ای باز میشه و این گزینه رو روشن بذارید. خیلی خوب، دیگه چیزی نمیمونه، برید بدون لگ بازیتون رکورد کنید، عشق کنید. ممنونم اینکه این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید و تا یه ویدیو دیگه فعلا.